ما جمعه 14 اردیبهشت ما برای شام مهمون داشتیم. برای غذا قیمه با فسنجون گذاشتم. غذامو که بار گذاشتم رفتم سراغ چیدن میز. دیگه هندونه رو به صورت تک نفره برش زدم. روشم با میوه های خرد شده دیزاین کردم. اینجا هم که میبینیم بنده هستم راضی از دیزاین خیش. دیگه بعدش ژله رو به صورت تک نفره آماده کردم و گذاشتم یخچال. من سالاد معمولا کمتر درست میکنم چون تو خانواده ما سالاد طرفدارای زیادی نداره. دیگه اینجا هم فسنجونم کم کم داشت آماده میشد. مرغا رو که قبلش سرخ کرده بودم بهش اضافه کردم و رفت جا بیافته. بعد رفتم ادامه آماده کردن میز. میوه رو گذاشتم تو ظرف، چند تا میوه هم برش زدم روش گذاشتم که قشنگتر بشه. از اونجایی که من خودم عاشق نونخامه‌ایم، البته به قول ما نارنجک، هر موقع شیرینی میگیرم باید نارنجکم حتما بگیرم. دیگه کم کم میز پذیراییمو آماده کردم و منتظر شدم تا مهمونام بیان. مهمونام کم کم اومدن، ازشون پذیرایی کردم. دیگه چایی هم براشون بردم. جاتون خالی، سفره پهن کردیم و غذا خوردیم. اینم از دور همی خانوادگی ما.